یکی از کارهای رضاشاه که به عنوان نوسازی ایران بسیار روی آن تبلیغات می شود، تبدیل نظمیه به شهربانی بود. رضاشاه شهربانی را از وزارت داخله، وزارت کشور جدا و به وزارت جنگ وصل کرد و آن را به وسیله‌ای برای تصفیه خونین و کشتار مخالفان خود تبدیل نمود. رئیس شهربانی محبوب رضاخان سرتیپ جنایتکار محمد درگاهی بود، کسی که مامورانش میرزاده عشقی، شاعر آزاده و روزنامه‌نگار میهن‌پرست و مترقی ایرانی را ترور کردند. برخی قربانیان سیاسی دیکتاتوری رضاخان عبارتند از روحانی بزرگ و مجاهد سید حسن مدرس، نماینده مجلس، رئیس فراکسیون اقلیت، عضو دولت موقت ملیون در جنگ جهانی اول و از مخالفان برجسته دیکتاتوری رضاخان که ابتدا به زندان خاف و کاشمر تبعید و سال 1316 در همانجا توسط مأموران رضاشاه به قتل رسید. فرخی یزدی، شاعر آزاده، مبارز و روزنامه‌نگار نامدار عصر مشروطه نیز یکی دیگر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای رضاشاه است که سال 1318 در زندان قصر تهران توسط عوامل رضاشاه به قتل رسید و صدای آزادی خواهیش خاموش شد. نسیم شمال، شاعر ملی و طنز پرداز مردمی انقلاب مشروطه و عضو کمیته ستار نیز در شمار قربانیان رضاشاه است که توسط عوامل رضاشاه به یک تیمارستان انداخته و سر به نیست شد. یکی دیگر از قربانیان جنایت‌های سیاسی رضاشاه، دکتر تقی ارانی، دانشمند و زندانی سیاسی نامدار و مبارز برجسته ایران است که در سال 1318 توسط همان گروه جنایتکار ویژه رضاشاه به بیماری تیفوس مبتلا گشته و به قتل رسانده شد، به طوری که حتی مادرش قادر به تشخیص هویت او نشد. رضاخان نمونه‌ای سمبولیک از دیکتاتورهایی است که حضورشان در صحنه سیاست و هرم قدرت برآیند اشتراک منافع، استعمار و ارتجاع مذهبی است. رضاخان با حمایت مستقیم ژنرال ادموند آیرونساید، فرمانده کل نیروهای بریتانیا در ایران، کودتای سال 1299 را انجام داده بود و در کودتای 1304 نیز ضمن داشتن حمایت انگلیس از حمایت آخوندهای حوزه و افرادی مانند سید ابوالقاسم کاشانی هم برخوردار بود. بی سبب نبود که در زمان او برای اولین بار تأمین بودجه دولتی برای مدارس آخوندی برقرار شد. او با چنین وابستگی‌های دوسویه‌ای تا آخرین روز حکومتش با دیکتاتوری مطلق سلطنت کرد. اما همین پادشاه قدر قدرت قوی شوکت در عرض چند ساعت با اولین اشاره انگلیسی ها از سلطنت خلع و به خارج از ایران پرتاب شد.